قشون‌های سرحدی تاجیکستان خبر داد که روز 17 ایول 345 ساکن قرقستبور دهه اندیمین ولسوالی و خون ولایت بدخشان جمهوری اسلامی افغانستان با 4000 چاروا و واسطه های نقلیاتشان که روز 13-14 ایول سال جاری توسط خط سرحدی دولتی به جمهوری تاجیکستان گذشته بودند به منطقه زیست دائمیشان ولسوالی و خان برگردانیده شدند. انتقال آنها بعد از آنکه مسئله تأمین امنیت شخصی آنها از طرف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان کفالت داده شد به واسطه منطقه نزد سرحدی جماعت دهات قزلرباط دویه مرغاب صورت گرفت. گفته می شود در اطلاعیه مرزبانان تاجیک میگویند در دوره بود و باش گریزگان افغان در موضع چاشتپه و دودیوک نویه مرغاب در دایره کنونسیون سازمان ملل متحد آید به گریزه ها آنها از طرف مقامات دخلدار جمهوری تاجیکستان با جای زیست موقتی مواد غذایی سر و لباس و خدمت رسانی طبی تامین کرده شدند. وضعیت در منطقه ذکر شده مرز دولتی تاجیکستان و افغانستان تحت نظارت سرحدبانان تاجیک قرار دارد. افزوده است مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی تاجیکستان یادآور می‌شود مرزبان‌های تاجیک هفته گذشته خبر دادند که روزهای 13-14 ایول 347 ساکن قرقستبور دهه اندیمین ولسوالی و خون افغانستان برای حفظ جان خود از گروه‌های مسلح حرکت طالبان خط سرحدی دولتی را در منطقه جماعت دهات قزلرباط نویه مرغاب عبور نموده وارد جمهوری تاجیکستان شدند.